دونستی توی اینستاگرام 3 نوع اکانت متفاوت میتونی بسازی؟ اولی اکانت شخصیه که میتونی برای استفاده روزانه و تفریحی داشته باشیش و برای آپلود کردن عکس و استوری و چت کردن عالیه. نه بهت آمار خاصی از بازدید رو ارائه میده و نه آپشن خاصی داره. دومی اکانت کریئتوره، مخصوص بلاگرها و کسایی که تولید محتوا میکنن. آمار کامل بازدید و تعامل رو داره، میتونی پیام خوش آمدگویی بذاری و از پیامای آماده هم استفاده بکنی، ولی تمرکزش روی محتواست و نمیذاره نه فروش حرفه‌ای داشته باشی و نه آمار خاصی رو بهت ارائه بده. سومین اکانت بیزینس اکانته، بهترین انتخاب برای فروشگاه‌ها و خدمات میتونه باشه. همه امکانات کریئتور رو داره، به علاوه اینکه پاسخ خودکار پیشرفته، سوالات پرتکرار توی دایرکت، دکمه تماس، آدرس و اتصال به واتساپ رو هم براتون گذاشته. اینجا مدیریت پیاما کاملا حرفه‌ایه و خلاصه به درد اونایی میخوره که از اینستاگرام به عنوان تفریح استفاده نمیکنن.